اومدیم جلو که باش برگشتم بازم نایلون، بازم خیلی خسته بودم از این کار، نمیدونم حال نمیکردم، نمیدونم چرا ارضا نمیشدم، چرا هیچی منو آروم نمیکرد. دوباره پیش رفت و یه شرکتی تازه تأسیسی گفت که اونم از طریق رفیقم گفت که آقا یه مدیری میخوایم تولید و اینا. ما هم گفتیم آقا ما مشکل ندارم میام. حقوقش هم خوب بود، مثلا اون موقع بود حقوق 3 میلیون تومان، من گفتم کمتر از 6 تومن نمی. اونا هم دادن. واقعیت رو بگم من خیلی دستگاهشون خیلی قدیمی بود، من با این دستگاه قدیمی اهل بو واقعا کار نکرده بود. گفتیم میریم تو دلش یه کاری میکنیم. هر روز چالش از دستگاه قدیمی مزخرف، یه جنسایی میخواستیم این مدیر انتظاری داشت از این جنسای از این دستگاه جنسی بکشیم که اصلا امکانش. یه مکافاتی داشتیم، من از اون طرفم اطلاعاتم نسبت به اینا ضعیف بود. حالا زنگ این بر ارتباطی که داشتم زنگ میزدم آقا بیا بیسم این خراب شده اون خراب شده. اونجا اون موقع یکی بود که به عنوان مثلا تعمیر کار اونجا بود، فنی اونجا بود، خیلی زیراب میزد، خیلی من خدا زیراب میزد و با اونم چالش داشتیم، خیلی اذیتم میکرد، میره پشت سرم حرف میزد. از اون طرفم مدیر عاملی بود که 40 خورده سالش بود، مثلا صبح تا صبح میومد یه پیک عرق میزد، مست بود. بودیم با تو چه به این کارا؟ نالت پولدار بودن دیگه، خانواده‌اش اینو گذاشته بودن یعنی سر کار که اینجا که مثلا یه اتفاق بیفته. انتظار داشت مثلا شب تا صبح من اونجا باشم. بار مثلا شب آخر بچه‌ها که میزدن خراب میزدن، صبح میومدم ضایعات میشد. به مکافاتی سرتون در نیارم. از اون طرف ما با اون خانومه تو این با اون دختر خانومه ارتباط داشتیم، زنگ میزدیم، درد دل میکرد. اونم رفته بود سر یه کار دیگه، اونم کارفرماش اذیتش میکرد. اونم بنده خدا مدیر یک فروشگاهی بود که فروشگاه مواد غذایی که 0% کار دستش بود. خیلی اذیت شد، خیلی با هم درد دل میکردیم. گفتم منم شرایطم اینه، یعنی داشتیم مثلا ادای دوست در میوردیم، دوست پسر دوست دختر. البته بنده خدا اینجوری نبود. من الان مثلا احساس میکردم خیلی بعد از سالها کار خفنی کردم، یه نفر دارم با یه دختر ارتباط میگیرم. جلو رفتیم و همینجوری باز ایشون از اون